سیستم پدافند هوایی در واقع یک سیستمی هستش برای بی اثر کردن یا کاهش اثربخشی عملیات هوایی خصمانه دشمن. در واقع تلاش اصلی این سیستم برای دفاع از میهن هستش که از قضا توی کشورمون هم چندین نوع از این سیستم رونمایی شده. ما توی این ویدیو میخوایم قدرتمندترین سیستم دفاعی پدافند ایران رو معرفی کنیم. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نبوده و در طول تاریخ چندین مرتبه از این نوع از سیستم‌های پدافند پیشرفته رو تولید کرده. برای مثال سامانه موشکی 15 خرداد، سامانه موشکی 9 دی و همچنین سامانه پدافندی مجید. اما توی این ویدیو می‌خوایم قدرتمندترین اونها رو بررسی کنیم، یعنی سامانه مهران. برای اولین بار توی 18 آبان 1402 توی نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه از این سیستم پیشرفته رونمایی شد که اشاره میشه برد این سیستم چیزی حدود 400 کیلومتر و جزو سامانه‌های پیشرفته جهان محسوب میشه. اما پیش از اینکه راجع به این سامانه صحبت کنیم، بیایم ببینیم که این سیستم‌های پدافند چطور کار میکنه. به طور کلی در یک فرایند 3 مرحله‌ای این سیستم‌ها لانچ و وظیفه خودشون رو انجام میدن. در مرحله اول که وقتی پرنده دشمن وارد حریم هوایی این سیستم میشه که حالا این پرنده میتونه انواع موشک مثل موشک کروز یا موشک بالستیک باشه یا همچنین پرنده یا پهپاد یا حتی هواپیما باشه، این سیستم در رادار خودش با سیستم‌های پیچیده‌ای که داره اون پرنده رو شناسایی میکنه. سپس واحد فرمان اطلاعات رو دریافت و اونا رو آنالیز میکنه. همچنین این سیستم سعی میکنه موشک رو رهگیری و محل برخورد رو برآورد کنه و با رادارهایی که داره موشک ها رو پیگیری و هدایت میکنه. و مرحله آخر وظیفه تراک های بزرگی که لانچرها رو حمل میکنه و موشک ها رو در ارتفاعهای بالا و پایین به صورت همزمان شلیک میکنه. که اشاره میشه برد این سیستم. پس طی این فرایندی که دیدیم این سیستم ها تارگت های خودشون رو از بین میبرن و تهدید رو خنثی میکنن. صنعت هوایی ایران در سالهای اخیر پیشرفت خیلی چشمگیری داشته، به طوری که بسیاری از کارشناسا سیستم پدافند مهران رو با پدافندهای فوق پیشرفته‌ای مثل S-500 روسیه مقایسه می‌کنن. سیستم S-500 روسیه یک سیستم ضد بالستیک هستش که در سال 2019 وزارت دفاع روسیه از اون رونمایی کرد و اونها عنوان کردن که این ابر سیستم پیشرفته میتونه موشک‌های گاره‌پیما، موشک‌های کروز ابرصوت یا همون هایپرسونیک و همچنین موشک‌های بالستیک رو در فاصله 600 کیلومتری منهدم کنه. اما سامانه مهران هم به صورت یک پارچه بوده و رادار، سامانه اپتیکی، موشک و پست فرماندهی اون به شکل محصول بر روی یه دونه خودرو قرار داره و هر سامانه اون مجهز به 4 فروند موشک مهران یک با برد 200 تا 400 کیلومتر هستش که میتونه برای اهداف میان برد و همچنین دور برد استفاده بشه. این سامانه نوع پیشرفته سامانه 3 خرداد یا همون پدافند 3 خرداد هستش که در گذشته از اون رونمایی شده. موشک‌های این پدافند از تصویرساز حرارتی و همچنین فیوزهای مجاورتی برخوردارند
که به این معنی هست که وقتی در مجاورت موشک‌ها یا هوابردهای دشمن قرار بگیرن میتونن منفجر بشن که این کار باعث افزایش ضریب اطمینان این سیستم میشه. از شما سپاسگزارم که تا انتها در این ویدیو همراه ما بودید.